مهمان بختی، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر و دراماتورگ. این یکی از شخصیت بود. قصه های ایجاد کرده خوبان و پیرمرد نمونه برجسته در نثر معاصر ادبیات. اینها نمونه برجسته نثر معاصر ما هستند. در حق من و تو بدگویی میکنند. او با درک و دانش فوق‌العاده‌اش توانسته که در صف بهترین دراماتورگان وطنی و خارجی قرار داشته باشد. سخنی امون نبودین آهنگ روز بخورا تمام ببرجاست. رشته دراماتورگی در مسکو به اتمام رساندم. در جوانی از ورزشگران موفق و خونیاگران چیره دست بوده است و یک باره هم در ساحه سپورت و هم در موسیقی اینقدر کارهای زیاد کردیم. والیبال بسیار خوب بود. ما از همینجا بچه‌ها شریکان میرفتیم که والیبال بازی توستی مهمان تماشا کنیم. از یکم تا دوم کرسیان در حیاط یکچین شهر دوشنبه بازی کردم یک مدت. استاد مهمان بختی شاعر موفق سرودنویس در این نوع ادبی نیز خدمت ماندگاری را انجام داده است. بچه‌م طرف بنویس آخه اوچم طرف لای گو اوچا من غزل می‌نویسم این بچه شما سرود می‌نویسه. گفتم که استاد لایق رای کرده بود. سرودهای ایجاد نموده او از معروفترین عالم شعر و ترانه در زمان شوروی محسوب می‌افتند. اون وقتا در معرکه‌ها رئیس معرکه استاد باقر رحم‌زاده هم وقت بود. این دیگه حیران من قوله و شیدایی شده. سال 56 گوله بودیم همین ایرپورت یک سمرات اومد 3 کس پر اومد